سلام به همگی، من رضوان هستم و لایومون در مورد کتاب 4 اثر از اسکاولشینه که حدود 1-2 هفته است که ما مجددا شروع کردیم، یک کارگاه جدید برگزار کردیم راجع به این کتاب و دلایل مختلفی هم داره که ما مجددا داریم روی این کتاب کار میکنیم. اولین و ساده ترین دلیلش اینه که خیلی‌ها از سالها قبل این کتاب رو خوندن و تجربیات فوق‌العاده و مثبتی راجع به کتاب داشتن و شروع خوبیه برای اینکه ما بتونیم تغییرات رو خیلی ساده توی زندگیمون وارد بکنیم توی شرایط سخت و پیچیده فعلی که متاسفانه الان خیلیامون باش درگیر هست. و دوم، یک دلیل دیگه و مهمتر هم وجود داره و اونم اینه که به نوعی میتونیم بگیم که کتاب 4 اثر از اسکاولشین یک کتاب برآیندیه از خیلی از کتاب‌های دیگه‌ای که در زمینه موفقیت نوشته شده، البته با یک رویکرد متفاوت. به نوعی کتاب با یک بیان خیلی اثرگذار و با یک رویکرد خیلی مثبتی میاد و خیلی از همون آموزهایی که تو کتاب‌های مختلف موفقیت به بیان‌های دیگه‌ای نوشته شده رو با هم دیگه یک جا و برآیندی میتونیم بگیم که داره مطرحش میکنه. بنابراین خوندن همین یک کتاب میتونه واقعا خیلی از اون مطالب رو به ما یک جا برسونه.